او در تاریکی ظاهر شد، بی نام، بی چهره، تنها با یک نیاز: کشتن. هیچ کس او را ندید، هیچ کس نفهمید چرا، اما تنها چیزی که میخواست وحشت بود. وحشتی که با هر نامه، هر گلوله، هر خنده کوتاه عمیق‌تر میشد. او خودش را زودیاک نامید و این فقط شروع کارش بود. گمان. دسامبر 1968، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. شب سردی بود. جاده خلوت، سکوت سنگین و دو نوجوان که آخرین شب عمرشان را نمی‌دانستند. بتی لو جنسن و دیوید فارادی. هر دو نوجوان بدون هیچ هشدار قبلی کشته شدند. قاتل بی هیچ نشانی ناپدید شد و پلیس هیچ چیزی پیدا نکرد. تابستان بعد، جولای 1969، در یک پارک تاریک زودیاک دوباره حمله کرد. برایان هارتنل و سیسیلیا شپرد، زوجی عاشق در کنار دریاچه بریسا. اما این بار بازی متفاوت بود. او با چاقو به آنها حمله کرد. سیسیلیا زنده نماند. برایان با خوششانسی نجات پیدا کرد، اما قبل از آن که فرار کند، قاتل نشانش را گذاشت: یک دایره با صلیب، امضای زودیاک. اما مرگبارترین حمله تنها چند ماه بعد در دل سان فرانسیسکو اتفاق افتاد. زودیاک این بار یک راننده تاکسی را انتخاب کرد. پاول استاین قربانی بعدی بود. قاتل در صندلی عقب نشست و به سرش شلیک کرد. پلیس با تأخیر آمد. زودیاک لباس خونالودش را برداشت و آرام قدم زنان از صحنه دور شد. پلیس به اشتباه دنبال مردی سیاه پوست گشت. قاتل آزادانه عبور کرد. نیازی به انگیزه نداشت. عشق، نفرت، حسادت، هیچ کدام. او تنها می‌کشت برای اینکه می‌توانست. فقط کشتن نبود. اون میخواست دیده بشه، ترس رو به خونه های مردم ببره و برای همین زودیاک شروع کرد به نوشتن. نامه هایی پر از تهدید، پر از کد، پر از غرور یک قاتل بیچهره. تابستان 1969، 3 روزنامه اصلی سان فرانسیسکو همزمان نامه هایی دریافت کردند. زودیاک در هر نامه اعتراف به قتل ها را نوشت، با جزئیاتی که فقط قاتل می‌دانست. در پایان یک کد بود: 408 سمبل مرموز. او گفت اگر چاپ نکنید باز هم میکشم.
نامش را خودش انتخاب کرده بود. زودیاک، مثل یک برند، و امضایش یک دایره با یک صلیب، اما شوم. همه جان را می کشید، روی نامه ها، روی ماشین، حتی روی لباس خودش. نامه ها ادامه داشتند، تهدیدها شدیدتر شدند و رمزها پیچیده تر، تاریکتر، بازی روانی دقیق، مثل معمایی که فقط خودش میدانست هیچ کس نمیتواند حلش کند. This is the Zodiac speaking. I am upset about the lies the police are telling about me. I have killed 7 people so far. I shall no longer announce to anyone. When I commit my murders, they shall look like routine robberies, or killings of anger, or fake accidents. I shall change the way to collecting of slaves. I shall no longer communicate with the outside world. The game is over. The police shall never catch me because I've been too clever for them. او دیگه دنبال شکار نبود. او دنبال سلطه بود. با هر نامه مردم بیشتر وحشت می‌کردند. پلیس بیشتر سردرگم شد و زودیاک از این آشوب لذت می‌برد. تا سالها نامه ها ادامه پیدا کردند، بعضی پر از تهدید، بعضی پر از رمز. زودیاک می گفت من 37 نفر رو کشتم. پلیس فقط 5 نفر رو تایید کرد. حقیقت چی بود؟ هیچ کس نمیدونه. و آخرین رمز او، رمزی که 51 سال بعد تازه رمزگشایی شد، اما حتی اون رمز رو هم هویت واقعی زودیاک نتونستن، چون او هرگز نمیخواست کسی بدونه کیه. او فقط میخواست که ما بترسیم. هر پرونده‌ای بالاخره به یک نام ختم میشد، اما در پرونده زودیاک 1000 اسم وجود داشت و هیچ کدوم قطعاً خودش نبود. پلیس به سرنخها چنگ میزد، دستخطها، اثر انگشت، توصیفهای مردم، حتی نمونه DNA از پاکت نامه ها. اما همشون یا مبهم بودن یا متناقض یا عمدن اشتباه داده شده بودن. مشهورترین مظنون مردی بود به نام آرتور لی آلن. همسایه ها می گفتن عجیب بود، خشونت طلب بود و از طریق رمزنگاری، یک چاقوی خونی، ساعت با آرم زودیاک و ماشینش، همه چیز بهش میخورد، اما تست DNA باهاش جور نبود. اثر انگشت‌ها هم خیر. یه جورایی بیش از حد مظنون بود. تئوری های دیگه چی؟ خیلی ها باور دارن زودیاک یک نظامی سابق بود، یا شاید هم یک افسر پلیس، یا حتی یک نویسنده. اما چرا؟ چون کسی که اینقدر باهوش، اینقدر دقیق، اینقدر کنترل شده باشه نمیتونه یه آدم معمولی باشه. و بعد یه تئوری ترسناکتر هم هست. شاید زودیاک
فقط یه نفر نبود. شاید یک گروه بود. یه محفل. یه بازی روانی سازمان یافته. And the Zodiac killer remains unidentified. Police urge anyone with information to come forward. در سال 2020 رمز 340 کاراکتری معروف زودیاک بالاخره توسط یک تیم رمزنگار از آمریکا و استرالیا شکسته شد. ولی به جای نام یا اعتراف فقط یک بازی روانی بیشتر بود. زودیاک نوشته بود: I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise all the sooner. او هیچ وقت ترس نداشت، نه از مرگ، نه از قانون، نه از ما. او فقط به یک چیز اهمیت میداد، اینکه ما فراموشش نکنیم. نیم قرن گذشت. شهر تغییر کرد. خیابونها، ماشینها، آدمها. اما یه چیز هنوز همون مونده بود. ترسی که اسمش زودیاکه. پلیس ها هیچ وقت نفهمیدن که اون کیه. رمزها شکسته شدن، نامه ها آرشیو شدن، مظنون ها مردن، اما خودش هرگز پیدا نشد. شاید مرده باشه، شاید فراموش شده باشه، شاید همین حالا توی تاریکی نشسته باشه و این ویدیو رو ببینه و لبخند بزنه. This is the Zodiac speaking. شاید او هیچ وقت دستگیر نشد. شاید چون هیچ وقت وجود نداشت. شاید زودیاک یه نفر نبود. شاید زودیاک خود ما